لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن رو ورق بزن و تفکر بکن، درس بگیر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر من الله با عظمت این قرآن رو بر کوهی نازل می کردم، میلیون ها تن سنگ سخت، چی می شد؟ لرأیته، می دیدی آن کوه رو، میلیون ها تن سنگ سفت سخت رو، خاشعا متصدعا، کرنش کنان از هم می پاشید و منفجر می شد. من خشیت الله، از ترس الله متعال. برای منفجر کردن یک کوه چقدر نیرو لازم داریم، چقدر ما مواد منفجره نیاز داریم، چقدر وقت نیاز داریم، چقدر سرمایه نیاز داریم تا آنچه که قرآن میفهمد رو انجام بدیم. حتی یکی از کوش رو، یک کوه کوچک خیلی هزینه میخواد. سخت‌تر از این کوه چیه؟ دل اون انسانی که قرآن برایش خونده میشه و پند نمیپذیره. دلهای سخت‌تر از سنگ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. دلهای شما سنگ شده و مانند سنگ، سخت شده و مانند سنگ، بلکه بدتر از سنگ. و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. بعضی سنگ‌ها شکافته شده داخلش چشمه‌ای داره میاد بیرون. اگه قرآن خوندن میشه بر تو و دلت متأثر نمیشه از قرآن، در ایمان تجدید نظر کن، به حال این قلبت گریه کن که خیلی وقت مرده، فکر میکنی زنده است، قلب روحت مرده. این قرآنی که بر کوه نازل بشه و میپاشه از هم، بر قلب من تو وقت خونده میشه، چرا نباید تأثیر بکنه؟ از صفات مؤمنین است وقتی الله متعال میفرماید اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. نام الله تعالی وقتی بر اونها گرفته میشه میلرزه تن اونها. مثلا کسی رو که دوست داشته باشه نامش رو بگیرن خوشحال میشه، یک حساس خاصی بهش دست میده. و وقتی آیات قرآن بر اونها خونده میشه زادتهم ایمانا، ایمانش بالا میاد. چقدر قرآن گوش میکنی؟ بچه مسلمان، چقدر با قرآن خوندن رابطه داری؟ دوست داری به جای موسیقی که گوش میکنی قرآن گوش بکنی یا نه؟ دوست داری؟ بگو به من که چقدر روزانه قرآن گوش میکنی تا بهت بگم که وضع حال قلبت چیه. نجات بده قلبت رو که اگر این قطعه گوشت از بین رفت، از بین رفتی. همونطوری که قلب در این بدن و کالبد جسمی وقتی که دیگه نزنه میمیری، در روح ما هم اگر این قلب روح ما از بین رفت، روح خیلی وقت مرده و از بین رفته. مواظب قلبت باش، قلبتو پیدا کن، قلبتو نجات بده. میدونی که چطور تشخیص بده بیماری قلبتو؟ قرآن بذار براش. ببین چقدر قرآن دوست داره، ببین چقدر از قرآن لذت میبره، ببین چقدر از شنیدن قرآن لذت میبره، ببین چقدر دنبال قرآن، دنبال فکر قرآن، تدبر قرآن، عمل به قرآن، دوست داره قرآن. این قرآنی نیست که بذاریم ببوسیمش و همین جلوی تاقچه 7 تا جلدش بکنیم بالای تاقچه بگذاریمش و ببوسیمش و نیفته روی زمین، هر سال یه بار گرد و خاکش رو بگیریم سر سفره عروسی بذاریم و خانه جدید ببریمش و کسی سفر میره زیرش رد بکنیم و داخل ماشین آویزونش بکنیم ماشینمون چپ نشه، جن و پری خونمون نیاد. نه، یا سر قبل برای مرده ها بگذاریم، هر جا صدای قرآن بود فقط مرده ها، انگار که فقط این مال مرده ها، سر جایی که صدای قرآن میاد میپرسیم کی مرده. قرآن برای مرده ها نیست، قرآن برای زنده هاست، قرآن برای من و توه. بخوان، وقت بگذار برای قرآن، لذت ببر، زندگی کن با قرآن. قرآن رو باید زندگی کرد، قرآن رو باید چشید، قرآن رو باید فهمید. رسول الله علیه السلام از عایشه میفهمد که انا خلق القرآن، قرآن علم رسول الله بود و رسول الله عمل قرآن. یک قرآن دو پای متحرک، رسول الله علیه السلام.
قرآن در زندگی من تو چقدر نقش داره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم، از ترس الله متعال او رو می‌دیدی که کرنش کنان منفجر میشه و تیکه تیکه میشه. اما دلهای سخت تر از این کوه و سنگن. مواظب دلت باش، بگذارش در میزان قرآن، ببین چقدر رابطه داره با قرآن. با قرآن نرمش کن، با قرآن انسش بده. والله اگه با قرآن ارتباط پیدا کردیم خوشبخت میشیم در دنیا قبل از آخرت. هر چقدر در زندگیت قرآن بیشتر خوانده بشه و پررنگتر باشه، برکتش بیشتر میشه و هرچی کمتر بشه برکتش کمتر میشه. و هر چقدر با قرآن بهتر باشی قلبت زیباتر میشه و هر چقدر از قرآن فاصله بگیری قلبت به همون اندازه تیره میشه. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. و این مثال ها رو برای مردم میزنیم تا باشد که تفکر بکنن، بیاندیشن. قرآن به من و تو الله رو معرفی میکنه. قرآن هست که الله رو معرفی میکنه. از قرآن الله رو یاد میگیریم.